بعد از شناسایی با شرایط‌های بینایی تازه‌بنیاد وزارت مالیه، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در تالار برهوای وزارت با کارمندان دستگاه مرکزی و راهبران سرریاست و ریاست‌های آن ملاقات انجام دادند. پیشوای ملت شرکت کنندگان همایش را با فرارسی سالگرد 30 استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت گفته، بنیاد بینایی نوی وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان را ثمره ثبات سرتاسری و وحدت و یگانگی ملت ارزیابی نمودند. ضمن سخنرانی راهبری دولت، فعالیت ساختار مالیه کشور را مورد تحلیل همه‌جانبه قرار داده، دستاوردهای این ساختار را نتیجه تلاش‌های کارمندان ساحه ارزیابی کردند و بابت رفع کمبودی‌های بازدارنده رشد ساحه به مسئولان دستور و سپارش‌های مشخص دادند. در سخنرانی راهبری دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از دستاوردهای این ساحه مهم دوام 30 سال صاحب استقلالی مملکت سخن رفت. تاکید گردید که در دوران صاحب استقلالی در سمت تشکل سیاست مالیوی از جمله انداز و بودجه زمینه‌های معاصر قانونگذاری فراهم آورده شده، صدها سند معیاری حقوقی قبول گردیده است که تطبیق آنها فعالیت مستقلانه و یگانگی نظام ملی مالیه را تأمین نمود. در دوران صاحب استقلالی در نظام مالیه کشور با مقصد بلندبرداشتن ثمره‌ناکی با معیارهای معاصر مطابق نمودن اداره آن، تأمین شفافیت و استفاده ثمره‌بخش ذخیره‌های مالیوی اصلاحات گذرانیده شد و وزارت مالیه به نهاد کلیدی پیشبرنده سیاست بودجه انداز، تنظیم کننده به حسابگیری محاسبی، خرید و فروش متال‌های قیمت‌ها و رشد بازار کاغذهای قیمت‌ها تبدیل داده شد. برای عملی نمودن کارهای ذکر شده از جانب حکومت مملکت تا امروز همچنین توسط تطبیق برنامه‌های دستگیری بودجه دولتی بیش از 3.5 میلیارد سوم جلب گردیده است. علاوه بر این، حالا برای مکمل گردانی نظام مالیه، انداز و گمرک 8 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ عمومی 1.4 میلیارد سوم عملی شده ایستاده است. از جمله برای بلندبرداشتن ثمره‌ناکی خراجات دولتی، بهتر نمودن نظارت و حسابدهی توسط جاری نمودن نظام معاصر اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی در اداره مالیه دولتی، گردش الکترونی حجت‌های بین اداروی، تکمیل نظام الکترونی خرید دولتی، مکمل سازی اودیت بیرونی و اداره کنی نیروی انسانی، تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی در حجم 224 میلیون سوم ادامه داشته، در این سمت جلب باز 68 میلیون سوم به نقشه گرفته شده است. در نتیجه تدبیرهای عملی نموده حکومت مملکت در ساحه مالیه دولتی، حجم درآمد عمومی بودجه دولتی منتظم افزایش یافته به 24.3 میلیارد سوم رسانیده شد. در ادامه سخنرانی خود پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که برای بلند برداشتن ثمره‌ناکی خراجات دولتی، بهتر نمودن نظارت و حسابدهی توسط جاری نمودن نظام معاصر اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی در اداره مالیه دولتی، گردش الکترونی حجت‌های بین اداروی، تکمیل نظام الکترونی خرید دولتی، مکمل سازی اودیت بیرونی و اداره کنی نیروی انسانی، تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی در حجم 224 میلیون سوم ادامه داشته، در این سمت جلب باز 68 میلیون سوم به نقشه گرفته شده است. در برابر این نتیجه‌های ذکر شده تاکید می‌سازم که در روند به نقشه‌گیری بودجه دولتی و اجرای آن تا هنوز یک قطار کمبودی و نارسایی‌ها وجود دارند. در ملاقات راهبر دولت که 2 سال قبل 10 می سال 2019 با کارمندان بخش‌های مالیه، انداز، گمرک، سرمایه‌گذاری و بانکداری کشور برگزار گردیده بود، با مسئولین جهت برطرف نمودن کمبودی‌های جای داشته دستور و سپارش‌های مشخص داده شده بودند. هرچند که سالهای آخر در این سمت کارهای نظر است به انجام رسانیده شدند، ولی یک چند مسئله و خصوص به اعتبار نگرفتن امکانیت‌های واقعی ساحه مالیه به طور پوره استفاده نشدن برنامه‌های معاصری به حسابگیری عملیات مالیوی و جاری نگردیدن مکانیزم مبادله اطلاعات بین ساختارهای متصدی و نارسایی‌ها در هم آهنگی فعالیت آنها در روند به نقشه‌گیری درست بودجه دولتی، اجرای با صفت نقشه قسم درآمد آن
و مبلغ‌زاری شاخه‌های اقتصاد ملی تأثیر منفی رسانیده ایستاده است. وابسته به این وزارت مالیه را ضرور است که در همکاری با ساختارهای مربوطه کشور اجرای سریوقتی سپارش‌های داده شده را تأمین نموده جهت هرچه زودتر برطرف کردن کمبودی و نارسایی‌های جای داشته چاره‌جویی نمود. همزمان با این برای به استانداردهای جهانی مطابق گردانیدن روند تهیه و تشکل بودجه، جاری نمودن پرینسیپ‌های بنقشه‌گیری خراجات از روی نتیجه، خصوصاً بودجه کلانی برنامه‌ای، تامین کردن اجرای نقشه درآمد و خراجات بودجه دولتی و راه‌اندازی نمودن معیارهای حسابات بین المللی مالیوی باید تدبیرهای ضروری اندیشیده شد. با تحلیل اوضاع جهان سرور دولت محترم امامعلی رحمان ضمن ملاقات با کارمندان مقامات مالیه کشور تاکید کردند که سالهای اخیر وضع جهان معاصر بسیار آسیب پذیر و مرکب گردیده از یک طرف بحران‌های اقتصادی و مالیوی، نزاع‌های تجارتی، تغییریابی اقلیم، مشکلات تأمینات آذوقه‌واری، پهن‌شوی به سابقه بیماری کرونا ویروس اوج گرفته، از طرف دیگر با در نظر داشت انکشاف علم و تکنیک و رشد تکنولوژیا‌ها امکانیت‌های نو به وجود آمده ایستادند. از این خاطر وزارت مالیه یکجا با دیگر وزارت و اداره‌های مربوطه برای تامین نمودن ثبات مالیوی در کشور جهت گذرانیدن اصلاحات در سمت تحکیم اداره مالیه دولتی وظیفه‌دار کرده شدند. در برابر ضرور است که جهت تشکل دادن ذخیره‌های ضروری برای پیشگیری نمودن تأثیر منفی عامل‌های بیرونی، برطرف سازی عاقبت آفت‌های طبیعی و دیگر حالت‌های فوق‌العاده مکانیزم نوی مبلغ‌زاری توسط فاند استابیلیزاسیونی تهیه و عملی کرده شد. توجه زیاد اینچنین بر روند تشکل و بنقشه‌گیری بودجه‌های محلی و مناسبت‌های بین بودجتی در اساس پرینسیپ‌های اجرای عهده‌داری‌های بین همدیگری اشتراک کنندگان آن ظاهر کرده شده به ساختارهای داخلدار از جمله وزارت مالیه کشور سپارش‌های مشخص داده شد. تحلیلان نشان می‌دهند که با وجود عملی سازی لایه‌های گوناگون سرمایه‌گذاری در فعالیت مقامات مالیه، انداز گمرک و آمار، مبادله الکترونی معلومات در بین مقامات مذکور در نظام وقت مستقیم تأمین کرده نشده است. از جمله در دایره لایه مکمل گردانی اداره‌کنی مالیه دولتی بیشتر از 8 میلیون دلار آمریکایی و لایه اصلاحات مأموری کلانی انداز زیاده از 16 میلیون دلار از خود شده است، ولی تا هنوز ضمن جنبست نتیجه‌های فعالیت در رقم‌های آماری نشان دهنده‌های اجرای قسم درآمد بودجه دولتی و بقیه پول‌های انداز بین وزارت مالیه و کمیته انداز تفاوت نظررس می‌باشد. همزمان با این جهت عملی سازی لایحه روزانه یگانه برای اسمت درآوری عملیات‌های سودای بیرونه مبلغ بیش از 9.2 میلیون دلار آمریکایی از خود شده است، لیکن در این سمت تا حال عامل‌های انسانی برتریت دارد. بنابراین مقامات ذکر شده وظیفه‌دار کرده میشوند که مسئله مبادله معلومات را در نظام وقت مستقیم راه‌اندازی کرده از نتیجه آن به حکومت مملکت حسابات منظور نمایند. در پایان سخنرانی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به افتخار 30 سالگی استقلال دولتی کارمندان ساحه مالیه را تبریک گفته به آنها در اجرای وظیفه‌های پرمسئولیتشان در جاده عملی نمودن سیاست مالیوی دولت و حکومت مملکت برای کار آرزو کردند. در پایان ملاقات با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان قهارزاده فیض‌الدین ستار از نام هیئت کارمندان مقامات بابت غمخواری همیشگی جهت رشد نظام مالیه کشور و بنیاد و مورد بهره برداری قرار دادن بنای نوی وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان در عرفه جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی مملکت عرض سپاس و منتداری بیان کرد.